بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من كتابه التعليق على الأصول الستة لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قد مر بنا متن هذا الكتاب لفضيلة الشيخ العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. وقال صاحب المتن: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب المتن يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان رحمه الله تعالى می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام‌های الله بخشاینده و مهربان آغاز می‌کنم. وقال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول. از تعجب آورترین تعجب ها و بزرگترین نشانه هایی که دلالت به قدرت پادشاهی پر اقتدار می کند این چیست؟ این 6 اصل است. 6 أصول. قال: ذكر الشيخ عبيد الله ابن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى، يعني الشيخ عبيد الله عبد الله بسر سليمان الجابري، الشيخ عبيد الجابري مشهور در حیات الله را نگهدار باشد. من کتابه، از کتاب خود چنین ذکر میکند: تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من 6 الأصول العظيمة. تعریف الاصول، یعنی در این کتابش اصول را چنین معرفی کرده است که درباره چی می‌رد؟ اصول، یعنی 6 اصول گفت. 6 اصل گفته چی را میگویند؟ همین شیخ عبید جابری الله نگهدارش باشد اصول را که اصل را چنین معرفی کرده است. قوله الاصول جمع اصل. اصول این جمعی اصل است، از جمعهای شکسته. فهمیده؟ اصل اساسا ریشی یک چیز میگن، ریشی درخت اصل میگن. فهمیده؟ و هو فی اللغة ما یبنى علیه غیره. اصل اساسا در لغت اون چی را میگن که دیگر چیز را در بالای او بنا میکنن، نه این که وی را در بالای دیگر چیز. فهمید؟ وقتی که اصل شریعت میگوین معلوم است که قاعده چیزهای شریعت میگن که وی ها اول درجه هم. بنابراین اصول شریعت کدام چیزی باید؟ توحید. از همین لحاظ وقتی که توحید اصل و اساس شریعت باشد باید که یکم اول توحید آموخته شود و دیگر را آموزانده شود. و منه الاساس، از جمله اساس هم میگویند اصل البناء، یعنی اساس این اصلی بنا را میگویند. یک بنا را فوندامنش، پایش، اساس میگویند. و الجذع اصل الشجره. جذع گفته ریشه درخت را میگویند، جذع. قال الله تعالى، الله تعالى چنین فرمود: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الله سبحانه و تعالی بیان میکند. ضرب الله که بیان کرد، بیان شبهها، یعنی که در اینجا الله تعالی تشبیه کرده از کلمه طیبه را، کلمه شهادت. روشنی می اندازد الله تعالی یک مسئله را، یک مثال را، کلمه طیبه
اون مثال دایر به کلمه طیبه می باشد، کلمه لا اله الا الله می باشد. مراد از کلمه طیبه المؤمن، مؤمن را می گویند. که شجرة طیبه به مانند درختی پاک است. مراد از درختی پاک النخله، درخت خرما. یعنی مؤمن به مانند درخت خرما است. خیلی که در حدیث آمده است از عبدالله بن عمر روایت میکنند که یک وقت من مایده بودم، نشسته بودیم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردند، پرسیدند که میداند یک درخت را که مسئله او مسئله مؤمن است. همه خاموش استاد. من به دلم گذراندم که همین درخت خرما است، به دل گذراندم. بعد هیچ کس که جواب نداد، پیغمبر صلی الله علیه و خودش گفت که وای درخت خرما است. فهمیدید؟ درخت خرما است. بعد از آن من به پدرم گفتم که من در دل گذرانیده بودم که وای درخت خرما است، ولی نگفتم. پدرم مرا گفت که باید میگفتی. چی باید نگفتی؟ فهمیدید؟ از همین لحاظ مؤمن مسئله او مسئله چیه؟ درخت خرما است. از درخت خرما فقط فایده است. وقتی که او را سنگ زنی از بالا برای شما چی میپرتاید؟ خرما میپرتاید. خلاص از مؤمن چقدر که مؤمن تکانی از او یگون گندگی نمیریزد، دائم خوبی میریزد. فهمیدید؟ اما به شرطی که مؤمن واقعی میوه دار باشه، رنگی ماه. با بعضی کسایی که سنگ زنی سنگ میزند. نه، اصلها ثابت، ریشه همان درخت چی است؟ استوار است. ای ضارب بعروقه فی الارض الراسخ، ریشه های او درون زدگی هستند. ریشه های همون درخت درون زدگی هستند. فی الارض الراسخ، در زمین مستحکم، در یک زمین مستحکم ریشه های او چقور رفتگی هستند. مؤمن هم همین خیلی هستند. هیچ کس او را از بیخ کنده نمیتواند. او در ایمان چه؟ با قوته. و فرعها فی السماء، درخت خرما رو بینید، اما شاخه های او باشند در کجا؟ درخت خرما رو دیدید در بلندی به طرف آسمان است. ای غصونها، غصون شاخه میگن، شاخ و برگ درخت، برگ های او در آسمان. و رأس و سر او و علا تار سر او و کجا؟ فی السماء ای مرتفعت. مراد از آسمان چیه؟ بلند. والمراد هنا، مراد از سخن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب که 6 اصل گفت، مراد این چیه؟ مراد از اصل چرا در نظر دارد؟ قواعد مستنبطه، یعنی قاعده های گرفتگی. 6 اصل اینها قاعده هستند که وایها را شیخ گرفته است. از کجا؟ من الکتاب و سنت، از کتاب و سنت گرفتگی. برای چی؟ للدلالتی، میشه دلالتی بالکسری و دلالتی با فتح میشه. للدلالتی او للدلالتی على کمال حکمت الله و قدرته. این 6 اصل را از قرآن و حدیث گرفته شده است برای خاطری دلالت کردن به کمال حکمت الله و به قدرت الله. اگر همین 6 اصل را بینید واقعا از قرآن و حدیث گرفته شدگان و واقعا دلالت به قدرت، کمال قدرت الله را به شما نشون میدهد که چقدر که مردم از قرآن دور میشوند، از سنت دور میشوند، چقدر گمراه میشوند. عقل او در همه چیز میگیرد، عقل و فراست او، ادراک او در همه چیزای دنیا میگیرد، اما عقل و فراستش در نوبت توحید و شرک رسیدگنده هیچ چیز را نمیفهمد. یک آدمی با نفوذ، خادم دولت های بعضیش، آدمی مثل بای با دولت است، میبینیدش که در دستش هر رشته دارد یا در گردن هر رشته بستگی است. این چه میگه که بلون نگه میدارد؟ یک عجیب، یک تحقیرآمیز است. فهمیدید؟ برای من گفتی سوال میگوید که برای یک چیزی روشن است، باید عوام فهم از توحید چیست، شرک چیست،
نخواد که مثال در همون خاره که در پیش دکان آویزون میکنید اول یکون فایده باشه یا که یکون ضرر باشه یا که نعل اسب بود دیگه چیزا هست که شرمندگی هست. مفهوم؟ و کمال هدیه و تشریعه، این شش اصل دلالت به کمال هدایت الله میکند، توفیق الله و شریعت الله میکند. و هذه ست القواعد استنبطها الشيخ من الكتاب والسنه، این شش قاعده ها را خلاص شیخ از کجا گرفته است؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب از کتاب و سنت گرفته است. بیانها الله تعالی بیانا واضحا للعوام، هم خلاص که آنها را الله تعالی برای عوام ها چیکار کرده است؟ بیانی روشن کرده است. الله تعالی بیان را برای کی؟ برای عوام ها بیان کرده است که عوام ها باید بفهمند. قال شیخنا النجمی، کتاب جمع کردگی کس گفته ایستاده است، یعنی طلبه های شیخ نجمی سالی گذشته وفات کردن. یکی از همون شهرهای عربستان سعودی مفتی بودن. خب شیخ نجمی الله رحمتش کند اینجا حفظ الله برای اون گفته که و اون وقتی که این نوشته بود در حیات بود، با این حضور بود در مصر هم تعب شود که و مردم برای پول کار کردن این کتابو پهن کرده و پروا نداره که وای مردگی است که اینو تعلیقش کنیم یا جای حفظ الله شب رحم الله کنیم، پروای فلک نداره، کتاب گذارد. شیخ نجمی الله رحمتش میفرماید که در نسبت عامی گفته که میگه العامی هو من لا یقرأ و لا یکتب، عامی کسی میگه که نه میخواند و نه مینویسد. خیلی که در متن گذاشتیم فهمونده بودم. یعنی اون معنا ندارد که مثال گیریم خانش گویی نخواند، میخواهد خوندن نمیتواند خوندن. فهمیدید؟ وقتی نمیخواند گفتن دو معنا میتاد، یا که میتواند خوندن و نمیخواند، یا که مثال گیریم خوندن نمیتواند لیکن میخواهد. این عامی میگن. همچنین نوشتن. خب ویرا یعنی چی؟ ویرا الله تعالی چنان روشنی کرده است که ویرا میفهمد عوام ها از گمان کنندگان هم بالا، هم خلاصه فوق ما یظن الظانون، از گمان کننده ها هم بالا، هم خلاص فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. سپس بعد از این نسبت آنها بسیار از زیرکان عالم و عقلاء بنی آدم خطا کردند. همینقدر آدمای با نفوذ و با عقل و با فراست میبینی که خطا کردگن نسبتی همین شش اصلی که باید عوام بفهمد. برایش عوام میفهمدش زیرا که الله وی ساده کرده فهماندگی است در قرآن. الا اقل القلیل، مگر از کم هم کمتر، یعنی میفهمیدگی ها هستن ولی وی ها از کم هم کمتر. هم خلاص خب مگر از کمم کمتر. اکنون الا اقل القلیل در تحت این شیخ شهبت یعنی تعلیق میگذاره، میگون که ان دل هذا فانما يدل على بعدهم عن الله، اگر به همین دلالت کنه، یعنی دلالت کنه به همین، یعنی واقعا مردم نمیفهمیدگی باشند با وجود زیرک بودنشون نفهمند، اگر همین سخنی شیخ به همین روزه حادث واقعا دلالت کند، این دلالت میکند به دور بودنی ویها از الله. یعنی بینید که در برابری اینقدر آسان بیان کردنی الله حق سبحانه و تعالی با مردم
کم در کم میفهمیدنی باشد، میفهمیده باشد این اصل را و دلالت به این میکرد است که ایشان دور شدن از الله. و حجرهم للعمل بکتابه تعالی، مردم ترک کردن عمل کردن را به کتاب او تعالی و سنت رسولنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را، یعنی سنت پیغمبر ما را ترک کردن. الا من هداه الله، مگر کسی که الله چی کرده باشد؟ هدایت و توفیق و رشد و هدایت بخشیده باشد. فمن رزقه الله ذکاء، و ذکاء فرق دارد. فمن رزقه الله ذکاء و عقلا واعیا، کسی را الله تعالی زیرکی عطا بخشیده باشد. یعنی زیرک است، گفتیم که هر کار چلان میگن از دستش همه کار میآمدگی، و عقل داده باشد. چه خیلی عقل؟ عقلا واعیا، عقلی با میفهمیدگی، حفظ میکنه، میفهمد یک چیزه، سر حساب یک چیز سیاه را از سفید فرق میکردگی عطا بخشیده باشد. ولم یرزقه الله زکاء فی اعماله، ولی الله او را روزی نداده باشد، نصیب دارش نکرده باشد زکاوت را در اعمالش، یعنی پاکیزگی را در اعمالش. خودش آدمی با عقل، با فراست، زیرک، سیاه را از سفید میفهمیدگی و عملش میبینی چرکینه. فهمیده؟ آخه زکا گفته تازگی رو میگن، اساسا تازگی قلب چی میگن؟ این زکا. تازگی نفس زکا میگن، تازگی عمل چی؟ زکا میگن. یعنی از چی تازه شدن؟ همه میدونند که، همه باید دونند که تازه شدن عمل از شرک، و مراد از شرک چیه؟ بدعت و شرک و کفر و خرافات و دیگر چیزایی که انسان داغدار میکنن. مفهوم؟ با کسی الله تعالی رزق داده است. رزق چی؟ عقل و فراستی، درک میکردگی، میفهمیدگی داده باشد، ولی زکاوت در عمل، پاکیزگی در عمل عطا نبخشیده باشد. فهذا ما عرف حق الله علیه، چنین کسی در عمل داغدار چی؟ و حق الله را نشناخته. فهمیده؟ حق الله بالای من و شما چیست؟ ما او را عبادت کنیم، به او یگان کس و یگان چیز شریک قرار ندهیم. حق ما بندگان بالای الله چیست؟ ما را عذاب نمیکنه و به جنتش داخل میگردونه بعد از وظیفه حق الله را ادا کردن. خلاصه اینه واجب گردان دیگه است الله تعالی حق خودش رو بالای ما و حق ما رو بالای خودش واجب گردانه. هیچ کس واجب نگردانه بالای الله. هم خلاص این خیلی کسا را شیخ میفرماد که و حق الله را ندونسته. اعوذ بالله. نگاه کنید حق الله را بجو منه. اگر مسجد درون باشد طول عمر مسجد دارد در منبر پیغمبر علیه الصلاه و السلام به جای حدیث و قرآن و جای تفسیر و به جای یعنی که عقیدند و صحبت کردن افسونه شود، اگر بجو میفهمد حق الله را صدقتیه وكأن هذا المعرض عن العمل الصالح ما سمع قول ربه تعالى وهو يقول. مانند این که یا که خودی که میگویم که چنانه که این روگردان از عمل صالح خیلی آدم ببیند معلوم میشه که از عمل صالح روگردان است. عمل صالح پیشنهادش میکنه، میگه که عمل صالح این خیلی میشد، نه میگه این عمل صالح این قبول نمیکنم. دادام هم خیلی کرد، بابام کرد، ایشان کرد، مولا کرد، گفتم میگه دادم خیلی عمل صالح پیشنهادش میکنه. عملی شرک آلودی، عملی یعنی بدعت آلودی خودشه یا که بگیم شرک آمیختی خودش ترک نمیکنه. کسی که عملی بد ترک نکرده، عملی طبق نشاندادی پیغمبر قبول نکنه و این معرض میگه، روگردان، روتاب، پشتگردان میگه. این روگردان از عمل صالح مانند اون کسی است که ما سمع یا که خودی که قول پروردگارش نشنیده باشد
آنجا که پروردگارش میفرماید. واقعا بسیار کسان نفهمیدگی فهمدن قبول نمیکنن. همین خیلی بدعت ریشه های چقور کردگی است در قلبی او. محبت بدعت و شرک و خرافات چنان یعنی که در بدنی همون اهل بدعت و یا که بدعتچی ها داخل شده است که خیلی کم در کم انسان ها هستند که از بدعت خودش خلاص میکنند و قابل چه عمل صالح میباشد. الله تعالی میفرماید که همین آیت دلیل آورده است شیخ که خودی که همین آیتش نشونیده باشد. خیلی شنیدگی هم نیست بعضیش هم خیلی قد افلح من زکاها، بتحقیق فاز و نجح، پیروز شد، موفق شد، خوشبخت شد، من کسی که زکاها ای طهرها، قلبش نفسش چیکار کرده باشد؟ تازه کرده باشد. نفس انسان تازه میشد به چی؟ به طاعت الله، به طاعت الله. در درون طاعت دو بند داخل میشه. دائم میگیم امرهای الله رو به جا آوردن و از من کرده هاش کنار شدن. مفهوم؟ و قد خواب ای خسر و هلک، و واقعا میفرماد الله تعالی خار شد، هلاک شد، زیان دید، زیان کرد کسی که دسها ای اضلها، نفسش گمراه کرده باشد، و اغواها از راه حق بیره زننده باشد، یا که مثال گیریم او رو چیکار کرده باشد؟ شرکالود کرد نفسش، ناپاک کرد. به چی ناپاک میشود؟ به غیر طاعت الله. اختصارا بگیم خودی که همین آیت نشونیده باشد انمون کسی روگردان از عملی صالح معلوم میشه که همین آیت شنیدگی نیست. اذ العبرة بالعمل لا بكثرة العلم، چونکه عبرت اعتبار به عمل است. فقط تو را از عمل میپرسن. فهمیدی؟ عبرت چیست؟ عبرت به داد زدن و به داد زدن خیلی نمیشه. چخیلی که دست دستینی میزنن بعضی ها یکم بار میبینیشون میگو ما سلفی های دوشنبه میگو. نه و بعد سلفی گفتن تو سلفی نمیشه بید. هم خیلی؟ با شکر گفتن دانا شیرین نمیشه. میروی پول صرف میکنی میخرید در چای میاندازی با شیرین میشه. هم خیلی؟ عمل لا بكثرة العلم، نه به بسیاری علم. علم آموزی عمل نکنی و اعتبار نیست. و ذکا یا که بچی بزیرکه یا من عقل من میفهمم هیچی رو نمیفهمی. تو اگر میفهمیدی تو از شرک و کفر و بدعت دست میکشیدی، چنگ به سنت میزدی. و این تعلق داره به بعضی ملاهای افلاس هم. بعضی ملاهای افلاس هستن که تماما مردم حق، اشخاص حق بیگانه کرده به دیگه مردم بیزیب کرده به مردم میشینن. چیکار میکنن؟ پیشنهاد میکنن. من خیلی که سلفیه واقعی باید که در وطن و در کشور و در ملت خیر بیارد. بعد اینا چیکار میکنن؟ یک سلفی به عقل و به فراستی مدعی یک کاری نامعقولی نادرست کرده است، خودشو بس سلفی گفته است، سلف از او بیزار است. بعد اینا چیکار میکنن؟ هوای دستک کرده، یعنی که اعلام میکنن همه جوری که سلفیان کنه سلفیان. والله اعلم. مفهوم؟ قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. اصل یکم اخلاص دین است. دین چیکار کردن؟ تازه کردن. مراد از دین چه؟ مراد از دین اعتقاد است، مراد از دین عمل است، مراد از دین سخن است. دینت تازه میکنی برای الله تعالی شده، برای خاطر الله شده. هم خلاص. و کون اکثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. يعني شیخ میفرماید که اخلاص کردن دین است برای الله تعالی وحده لا شریک له. گفت
برای کی؟ برای الله که او تنهاست، شریک ندارد و بیان ضد اوست، ضد اخلاص. ضد اخلاص که مراد از ضد اخلاص چیه؟ شرک است به الله عز و جل. این اصل در همین مسئله گام میزند. و کون این درباره همه اصل و کون اکثر القرآن فی بیان هذا الاصل من وجوه شتى بكلام يفهمه ابلد العامه. و بیشتر قرآن در بیان این اصل است، اصل یکم، با معنی های گوناگون هم خلاص، با کلامی که آن را پسترین عامی میفهمد، عامی پستر میفهمد. ثم لما صار على اكثر الامه ما صار اظهر لهم الشيطان الاخلاص في صوره تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، واظهر لهم الشرك بالله في صوره محبه الصالحين واتباعهم. مفهوم؟ خب یعنی و بیشتری قرآن در بیان این اصل است گفتیم و با معنی های گوناگون، با کلامی که آن را پسترین عامی میفهمد. هم خیلی گفت اکنون بینه که شخص چی میفرماید. میفرماید اقول، من میگویم که الاخلاص لله، چون که درباره اصل یکم اخلاص است. خلاص الاخلاص لله هو القاعده العظيمه من قواعد الدين. دیده؟ اخلاص کردن برای الله این قاعده بزرگ از قواعد دین است. التي ينبني عليها، این چنان قاعده است که دین در بالای همین بنا می شود، به این دینداری کردن نمی شود. و یتلوه المتابعه، و آن را یتلوه یعنی در پس او یا که تابع او می شود، متابعت، پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام. انا موقع بنا به اتمام میرسه. فهمیده؟ یعنی این اصل دین از چی عبارت بوده است؟ از اخلاص عبارت بوده است و دوام دادن این بنا از چی؟ از پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام عبارت میباشد. فالدین یقوم علی هذین الاصلین، دین قائم میباشد در بالای همین دو اصلی بزرگ. یکم اخلاص الدین لله تعالی وحده لا شریک له، دین را پاکیزه کردن یا که پاکیزه نگه داشتن است برای الله تعالی که او تنها است و یگان شریکی و انبازه ندارد. الثاني دوم متابعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، پیروی از رسول صلی الله علیه وسلم کردن است. فلا يقبل عمل الا بتوفر هذين الشرطين فيه. دیده؟ یگان عمل در پیشگاه الله قبولی درگاه اون نمی شود تا این دو شرط در همون عمل به طریق پررگی نباشد. به طریق چی؟ پررگی. برای چی ما با طریق پررگی گفته شدیم؟ این معناش تجرید المتابعه، تجرید الاخلاص، خالص برای الله. یگون کسی اندک باشدم که در حق الله شریک دار نمیکنیم. تجرید یعنی متابعه، خالص پیروی از پیغمبر علیه السلام میکنی. یگون کسی با در پیروی از پیغمبر علیه السلام شریک نمیبیاری. مفهوم؟ فمن عمل عملا لم يؤسس على هذين الأصلين فإن عمله يكون مردودا عليه. إذا حتى ولو أخل بواحد منهما. شیخ می‌فرماید که کسی کدام عمل نباشد و را انجام دهد که لم يؤسس، همون عملی انجام داده او در اساس این دو اصل نباشد. در اساس همین دو اصل نباشد، یعنی به اخلاص باشد، به متابعت از پیغمبر باشد، عملی چنین کس مردود است علیه، یعنی غیر مقبول است، قبول نمی شود، به مقابل او می باشد. گرچنده که اگرچه یکی از همین دو ویران هم شود، ولو اخل بواحد منهما، اگر کسی از همین دو اصل یکیش ویران کند که قبول نیست.
فمن أخلص لله ولكنه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن عمله باطل لعدم المتابعة. دیده شخص میفرماید کسی برای الله اخلاص کند ولی پیروی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نکند، البته عمل او باطل است برای خاطر پیروی از پیغمبر نکردنش، زیرا اینکه پیروی نکردی بدعت کردی. عملی به بدعت قبول نیست، گرچنده که در او چی باشد؟ اخلاص باشد، مانند صوفی ها، مانند دیگر فرقه های گمراه، شیعه عده حساب کردنگی لم تعده حسابش نیست، مقدار فرقه های گمراه هستند. و من تابع الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فقط ولم يخلص لله، کسی از پیغمبر علیه الصلاه و سلام پیروی کند ولی اخلاص الله نداشته باشد، اخلاص نکند، فإن عمله باطل ایضا، عمل او هم نیز باطل است. برای چی؟ لعدم الاخلاص، برای خاطر اخلاص نبودن. اخلاص نیست. هر عملی که اخلاص نباشه در او چی است؟ شرک است. شرک. اکنون آیت ها ذکر میکند دایر به اخلاص و دایر به پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام. فمن الادله على الاخلاص قوله تعالى، بعض از دلیل ها که دلالت به اخلاص الله عز و جل میکند قول الله تعالی است که اونجا میفرماید قل ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. بگو به درستی نماز من و نسکی ای ذبح قربانی من و محیای ای حیات من و مماتی ای موت مرگ من لله رب العالمین، خالص که صرف برای الله است، پروردگار جهانیان. لا شریک له، شریک ندارد. و بذلك امرت، من به همین مأمور شده هستم، یعنی الله من امر کرده است به چی؟ بذلك بالتوحید، بذلك التوحید امرت، به همین توحید من مأمور شده هستم. انا اول المسلمین، و من نخستین تسلیم شوندگان هستم، یعنی من یکمین مسلمانان هستم. انا پیغمبر علیه الصلاه و السلام الله تعالی هم خدمت می‌فرماید، ما باید پیروی از او باشیم در همه حالت. و قوله تعالی، و قول الله تعالی است با دیگر دلیل می آورد دایر به اخلاص. قل انما انا بشر مثلکم، بگو من مانند شما بشر هستم، یعنی حالی مقصود علی البشریت لا یعدوها الى ان اكون ملکا او الها، یعنی بشر بودن من اون معنا میدهد که من نه فرشته هستم نه اله هستم، منم رنگی شما چیم، جز این نیست که انسانم. یوحى الی، فرق بین ما و بین شما همین است که الله تعالی پیغمبر گفته است در انسانیت من مانند شما انسان هستم. فرق بین ما و بین شما آن است که به من وحی می آید به شما نه. مخلصه یوحى الی ای خصصت دونکم، یعنی بغیر از شما به من یک خصوصیت داده شده است. و فضلت علیکم، به شما یک فضیلت و برتری به من داده شده است که بالوحی و نبوه، به طفیل چی؟ وحی و پیغمبری. من پیغمبر شده هستم. انا ما فرق داره میگه، نه اینکه مثلا من ملک باشم یا که از علم غیب خبردار باشم یا که مثلا من معبود باشم، شکلی که بعضی ها رتبه پیغمبر علیه الصلاه و السلام به رتبه الله برابر میکنه، نعوذ بالله. اکنون همون وحی که به من آمده است از چنین عبارت است که انما الهکم اله واحد، که معبود شما که وی لایق عبادت می باشد اله واحد، معبود یکتاست. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی امید بندد لقای پروردگارش، یعمل لقاءه، امیدواری لقای او باشد، یخاف المصیر الیه، میترسد که من پگه پیش وی میرم، مردی پیش الله میری، قیامت تو قائم میشود. و رؤیته، کسی امیدوار دیداری پروردگار باشد، و جزاء عمله، من کان یرجو، همین تفسیر میتونه، همین معنا رو میتونه. و کسی امیدوار است که
پاداش عملش میگیرد. بگه آخه کار کردی میروی میستی که چی گیرم؟ ثواب گیرم. گفتم کسی این امید داشته باشد برای خاطر این چیکار کردن شکره فلیعمل عملا صالحا، همتون نشیند عملی صالح بکند. عملی صالح از کجا میدونی؟ ای متابعا فیه لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در عملی صالح پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و سلام باشد. معلوم میشه که اگر در عملی صالح که تو دعوا میکنی پیروی بر پیغمبر علیه الصلاه و سلام نباشی، و عملی تو هزار زیبا هم تابد و هزار مردم از تو راضی باشند هم که و عملی صالح نیست. هم خیلی ولا یشرک بعبادت ربه احدا، در عبادت پروردگارش یگان کس و یگان چیز شریک قرار ندهد، شرکن اکبر او اصغر، یا خاص شرکی کلام باشه خاص شرکی معده باشد، که ریاء و سمعتی، مانند خود نشونتی و خود شنوانه. این درباره چه؟ اینها درباره اخلاص رفته صداست. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بدلیل می‌آورد دایر به چی؟ دایر به اخلاص. و ما امروا، ایشان مأمور نشدن در چی؟ ای فی کتابهم، در کتابش، یعنی امتان پیشینه در کتابشون مأمور نشدن مگر مأمور به آن شده بودن که لیعبدوا الله، الله را عبادت بکنند، مخلصین له الدین، برای الله دین پاکیزه نگه داره، ای قاصدین بعبادتهم وجه الله، باید که شما هم در عبادتتون چیکار کنید؟ قصد الله را کنید، قصد روی الله را، نه روی فلانی، نه عکس دیگه. هم خلاص حنفاء مأمور شده هستن که حنفا باشن، ای مائلین عن الشرک، از شرک روگردان باشن. فهمیدید؟ و چنین مأمور شدن. و یقیم الصلاه، مأمور شدن که نماز قائم بدارند، و یؤتوا الزکات، و زکات بدهند، و ذلک دین القیمه، انا همین است ملت و کیش و دین چی؟ قیمه، ای المعتدله القائمه، دینی برپاشونده، دین عادل همین است. غیر از این دین و چه دینه و دینی ناعادل است، کمبودی داره، نقصان داره است، مانند مثلا امروز دین یهودیت و نصرانیت و دیگر دین های باطل. مفهوم؟ و قوله تعالی فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون، شما الله را عبادت کنید، چون که الدعاء هو العباده. هم خلاص فادعوا الله ای اعبدوا الله، الله را عبادت بکنید، فاعبدوا الله مخلصین له ای موحدین، توحید رعایت کرده برای الله، یک و یگانگی رعایت کنید برای الله. در چیز؟ در دین. در دین که گفتیم و داخل می شود چی گفتیم؟ عقیده، عمل، سخن. ولو کره الکافرون، گرچنده که کافرها از این عملی شما، از عبادتی خالصانه شما ناخوش شوند، هم واقعا کافرها ناخوش می شوند وقتی که میبینن که شما خالص الله را عبادت کرده شده است، مانند اونها مثال گیریم شرک آوری نمیکنه و یا در غضب و ناخوش میشوند. برای این اهل کفر من شما رو بد میبینن، برای این یهود و نصرانیت من شما رو بد میبینن. برای چی؟ برای خاطر اینکه با مشرکن. والادله على هذا كثيره. شیخ میفرماید که دلیل دایره اخلاص در قرآن خیلی هم بسیار است، در حدیث خیلی هم بسیار است. و اکثر السور المکیه آیاتها فی حوار مع المشرکین، بیشتری آیات ها، بیشتری سوره هایی که ویا در مکه نازل شده هستند آیاتاشون بینه درباره گفتگوزار همراه مشرکا هستند و بیان و بطلان دینهم، در بیان روشنی انداختنی باطل و دروغ بودن دین اونهاست. و الاستدلال علی ابطالهم، دلیل آورده شده است به باطل بودن همون دین اونها و بیان ان معبودیهم، روشنی می اندازن بسیاری آیات های همون سوره های مکه بودگی. چرا روشنی میاندازن که معبودان ایشان و هی الالهه التي یعبدون، همون خداهایی که ویا را عبادت میکنن، لا تملک شیئا، مالک یگان چیز نمیباشن. اگر به زبانی به تعبیر امروز بگم از دستشون یگان چیز نمیبیاد اون خداهاشون. هم خلاصه
لقوله تعالی بنابر قول الله تعالی میفرماد والذین تدعون من دونه، اون خدایانی که اون معبودانی که شما غیر از الله و اینها رو چیکار میکنید؟ تدعون ای تعبدون، عبادتشو میکنید. ما یملکون من قطمیر، از دستشون قطمیر نمیبه، و هی اللفافه الرقیقه التي على نوات التمر، و همون و چه لفافه است که لفافه نازک است، یک پرده نازک تنک است که در بالای دانه خرما کشیده شده. وقتی خرما رو میخرید بالای همون دانش با چی دارد؟ یک مانند کلانکه، یک چیزی پرده تنک دارد، از دستشون هوایی نمیبیاد، یعنی هوای صاحب شده نمیتواند. مفهوم؟ و قطمیر همین میگن. و قوله في آیه اخرى، قول الله تعالی در دیگر آیات چنین میفرماید که ام لهم نصیب من الملک، یا وایها از ملک یگون چیز نصیب دار هستن. فهمیدید؟ لله ملک السماوات والارض، هم خلاصه الله تعالی میگه که لله ملک السماوات والارض، سوره آل عمران میگه ملک آسمان ها و زمین همه از آن الله هم خلاصه. اکنون الله سوال میتید کسانی که دعوا میکنن که نه این دیگه بتها هم یکون کنج عالم چیان صاحبی میکنن، راهبری میکنن، سوال شدید ام لهم نصیب من الملک، همون معبودان، همون کسانی که عبادتشو میکنن، همون قبر و همون مزارها، مالک یگون ملک، یکی از ملک یگون نصیب دار هستند. فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر این خیلی میبودن به مردم نقیر نمیدادن. نقیر گفته النقرة فی ظهر نوات التمر، همون سوراخی یا که کفیدگی دانی چی؟ خرما است. دانی خرما رو بینی یک طرفش رخ دارد، به مردم همه چیز هم نمیدادن. همون یک به اختصار میگن یک دانی خرما رو به مردم نمیدادن اگر مالک میبودن. حالا اینکه مالک نیستن از این هم میدترش دادن نمیتوانند. و بیان عجز هذه الآلهة و ضعفها، و در قرآن بسیار آمده است دلیل و روشن درباره ناتوان و ضعیف بودن این معبودان. خیلی که الله تعالی میفرماد یا ایها الناس، ای مردم، ضرب مثل، یک مثال برای شما بیان کرده می شود، یک حال عجایب رو، حالت عجایب رو برای شما بیان کرده می شود. فاستمعوا له، شما چیکار کنید؟ تدبروا حق تدبره، یعنی فکر کنید، معنی سرتون کار فرمایید این مثالنده. ان الذين تدعون من دون الله، بدرسی اون معبودانی که شما غیر از الله و اینها را عبادت میکنید، لن یخلقوا ذبابا، یک پشه را ساخته نمیتوانند، یک پشه را آفریده نمیتوانند. نگاه کنید. ولو اجتمعوا له ای تعاونوا مجتمعین علی ذلك، اگر همین بت‌ها را شما جمع کنید، همین معبودها را در یک جا جمع کنید به خاطر یکدیگرشون یاردم کنید و ساختن، برای ساختن یک پشه، نمیتونن. پشه راست کردن نمیتونن. این یک. دویم و این یسلبهم الذباب شیئا، اگر از ویها پشه آمده یگان چیز گرفته رود، اون قربانی که میکنه، خورد و خوراک و تارت و هر چیزایی که پیشنهاد میکنه در نزد این، در پیش این بت‌ها پیشنهاد میکنه، نظر و نیاز میکنن که پشه آمده خوردن میگیرد، با امید بعدی خوردن پشه چیکار میکنه؟ اگر پشه آمده چیکار کنه؟ از اونها یگان چیزه بیره باید بگیرد، لا یستنقذوه منه، از او کشیده گرفتن نمیتونن. پس چه چیز میگیرد؟ چی مقدار میگیره؟ یا اندک چیز میگیرد؟ نمیتونه. همون اندک چیز زورشون نمیرسه از پشه، یا پشه کشیدن یا که از پشه بگیرن حقشونه. الا یقدرون علی تخلیصه من، او را خلاص کردن نمیتونن. خوراکه آمده میخورن پشه ها، یعنی کر میکند، ویرون میشود، با همون چی؟ با همون غلام و با همون عابدشون بوده شو کرده، تازه کرده میبره. هم خلاصه. ضعف الطالب والمطلوب ای عجزت الالهه، این معبودان همه عاجزند، والمطلوب پشه ها هم عاجزند.
فهمید؟ هر دو عاجز هستن، الطالب والمطلوب. وفي أثناء ذلك يبين الله عز وجل قدرته في مخلوقاته التي خلقها. و در اثناء این، در بین این، الله حق سبحانه و تعالی روشنی می‌اندازد قدرتی خود را در درون مخلوقاتش. قدرتی الله را واقعا در درون بعضی مخلوقات می‌بینید. التي خلقها، مخلوقاتی که ویار الله آفریده است. و آیاته التي اودعها، و آیات الله را، نشانه های الله را می‌بینید که چقدر در درون مخلوقات ویار گذاشته است. فی هذا الكون، در این چی؟ در دنیا. لیدلک علی کماله و قدرته، همه اینها به خاطر اون است که تو را نشون بدهند، راهنمایی کنند به کمال الله و به قدرت الله. و انه هو الاله الحق، تا که تو را به تو شناس کنند که همون الله هست که اون معبود برحق، المستحق للالوهیه، به عبادت حق بر و لایق همون است، دون سوا، نه غیر او. و انه هو الذی ينبغي ان یعبد، همان است ذاتی که باید و شاید و حتما او را عبادت کرده شود. و ان تخلص له العبادت، باید که عبادت را خاص برای او اخلاص کرده شود. لما له علی الناس من فضل، برای خاطر بالای مردم قدر و ارزش داشتنش. الله تعالی فضل و ارزش و احترام دارد بالای مردم، بخلقهم، به سبب ویار آفریدنش. مثلا این نعمتی آفرینش دانستگی آدم دیگه نعمت‌ها رو میدونه، دیگه نعمت‌ها رو ناشکری کردگی انسان‌ها و یا نعمتی هم اول نمیدونه. یکم نعمت چیه؟ نعمتی آفرینش است. همین نعمت الله تعالی در بسیار آیات ذکر می‌کنه. یکم سوره که نازل شد به پیغمبر علیه السلام چی گفت؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. گفت یا که اولین ندایی که در قرآن میاد در سوره بقره، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. مفهوم؟ نعم. و ایجادهم، و یارو پیدا کرد الله تعالی. و ما یسدی الیه من النعم، اون نعمت هایی که برای اونها، برای ویها به طریق کامل عطا میبخشد، ارزانی میدهد. و ما یتفضل به علیهم من الرزق، اون رزق روزی که به اونها مرحمت میبخشد. فهو المستحق للعبودیت دون سوا، بنابراین او حق بر لایق است با عبادت کردن، نه غیر او. والکلام فی هذا یطول لو اردنا ان نسلک شیئا من التقصی. یعنی گپ در این مسئله، صحبت در این باره، یعنی که اخلاص خیلی هم دور میکشد اگر ما چیکار کنیم، اندکه چیکار کنیم، با دور رفتن گیریم. نسلک شیئا من التقصی، اگر ما چقور رفتن گیریم، اگر گپ در این مسئله با دور و دراز رفتن میگیرد. و ما ذکر فیه الکفایت، اون مقداری که ما در اینجا ذکر کردیم این بسندگی میکند. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله